و بیگانگان هم دنبال این نباشن که در افغانستان نفوذ کنن و مردم افغانستان رو بخوان در این جهت باز مورد ستم بیشتر قرار بدن. اجازه بدن مردم افغانستان خودشون تصمیم بگیرن نسبت به سرنوشت خودشون. کودکان افغانی که مجروح شدند، معلول شدند، امروز مجامع بین‌المللی اعلام میکنن که بیش از 30,000 کودک افغانی دچار آسیب شدند. خانه‌های بسیار ویران شده. مردم خیلی آسیب دیدن افغانستان. خب ما امروز خودمون مهاجرین افغانی در کشورمون بیش از 3 میلیون افغانی که حالا عدد قطعیشو من نمیگم ولی این عددی است که بعضا اعلام میشه در همین حدود هستش که در کشور ما مهمانن. اینا آسیب دیدن واقعا. و مسئله افغانستان نشون داد که امریکا حضورش به هیچ عنوان در هیچ کجای دنیا امنیت ساز نیست، بلکه مخل برای امنیت در دنیا. در افغانستان هم این